به باور نیوز خوش آمده. جنگ امریکا و اسرائیل با ایران. لحظه اعلام خبر کشته شدن علی خامنه ای از صدا و سیما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. امروز صبح ساعت 5 بامداد تلویزیون دولتی ایران خبر شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران را به مردم ایران و جهان اعلام نمود و همچنان 40 روز حزای عمومی و 7 روز را رخصتی اعلان کرد. یک منبع نظامی به خبرگزاری تسنیم گفت که ایران حملات گسترده را علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه آغاز کرده است و تاکید کرد که واکنش ایران به حمله به این پایگاه‌ها محدود نخواهد ماند. او گفت تمام منافع آمریکا مورد حملات تلافی‌جویانه ایران قرار خواهند گرفت و افزود ایران به زودی آمریکا و اسرائیل را غافلگیر خواهد کرد. همچنان رسانه‌ها لحظه اصابت دقیق پهپاد شاهد 136 ایران برادر پایگاه آمریکا در بحرین را منتشر نمود. مسيرة يا شباب، مسيرة اضرب 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 عدل. همزمان با بالا گرفتن تنش و ادامه حملات اسرائیل به ایران، ارتش اسرائیل با صدور بیانیه ضمن هشدار فوری خطاب به شهروندانی که در داخل یا حوالی کارخانجات صنایع نظامی و زیرساخت‌های نظامی ایران قرار دارند اعلام کرد: شما در مجاورت با تسلیحات و تأسیسات هستید که خطرناک هستند. شهروندان گرامی، به منظور امنیت و سلامت شما خواهشمندیم فوراً از این اماکن خارج شده و تا انتشار اطلاعیه تازه در خارج از این نواحی بمانید. در این بیانیه خطاب به شهروندان آمده است: وجود شما در این نقاط جانتان را به خطر می‌اندازد. با گزارش رویترز، یک مقام وابسته به ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به اسپیدس اعلام کرد کشتی‌ها در منطقه تنگه هرمز از طرف شبکه ارتباطی VHV پیام‌های از سوی نیروهای سپاه پاسداران دریافت کرده‌اند، مبنی بر این که هیچ کشتی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارد. This is a global report from Bawar News, delivering truth, speed, and trust.